کاکا گریه نکن دانو و جانو همش نقض میشه ان شاء الله. ما اومدیم دستگیری میکنیم خدمت ما را نگاه کاکا ما انجا در یک خونه خوب زیبا میکنیم. با مادر جان گریه نکن دانو و جانو مقصد اومدن ما امروز به خونه شما برای دستگیری کردن حقیقتا در عروبا میکشی در کجا بزرگتر همین بزرگ نوحیه فرخورده ها میتونم دستم پانسم خینه کار خینه ها بچه ها سه کسی چون خریده همون بود چه سه کسی چون دختر بوده دختر کنباله کردن هر روز در بدر بزرگ باور کنید به نهایت خینه چون میره پول گذران دارم اونا میتونه یا لایک یا کامنت را ببینید موافقت سر شد شاید که اگه صاحب کار بعدی همین برسه. امروز برای شما توصیه میتونم مرکز خدمت رسانی زیارت شو بهترین شخصیت های هستن که امروز کانال ما را سرپرستی میکنن. انا مغازه زیارت شو هر یک داروی گیاهی هر یک توبتی که هر یک هجومه شما میرین میگیرین با فایده پیشرفت ما ان شاء الله آدمای باوریان هر یک عمودی شونده ما جواب میگیم بهترین شخصیت ها دارن. نگفتن اون دوستان عزیز هجوم برای زنانه مردانه هم داره میتونی همراه اویلا پدر مادر برین با حضور بگیرین جای زنانه جداگانه جای مردانه جداگانه ان شاء الله برادرها خدمت میکنن و نگفتن اون نفرایی که گیمری دارن با واسطه دختر دیگر توبات میکنن نمیشه و ای همه در راه آسان بهترینش با واسطه طبیعی توبات کردن گیاهای طبیعی از جانب مغازه زیارت شو بهترین برای شما. زنگ زنین داروی گیاهی همه نمود شیخ شوخ دخیا و هجومه گیمری زنانه مردانه همه وقت در خدمت شما. خداوند یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم دوستان و هواداران سونای رحیم پروداکشن. امیدوار هستم تنسیت خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یک ما شما باشد. امروز حضور داریم در ناحیه فرخار با دیداربینی یک عائله اومدیم که حقیقتا نیاز به دستگیری ما شما داره. خواهش دوستانه نوار تماشا میکنیم یا لایک کامنت را در نمیداریم. امروز عائله زندگی یا برای شما گپ میزنیم دوستان عزیز که تا قدر امکان دستگیری کنیم بهتر میشه. عائله هستن که همه‌شون نیاز به دستگیری ما شما داره. سر اول سر میکنیم از پدر عزیز سیستم خاندان که نگاه کنین در چیکار برو مشغول. السلام علیکم. السلام علیکم. اکا جان ما چه خیلی خوبی تنجی سلامتی و خوب. نام چیه اکا ما؟ شیرین. اکا شیرین چند ساله میدونی اکا جان ما؟ 79. تولد 79 خداوند برکت بده. این منزل زیستی خطه اکا جان. همینجا زندگی میکنی ها؟ میدونی که ما از شهر دوشنبه اومدگیم برای نوار کردن برای دستگیری کردن گفتن تو نمیخیل ها روزی هستین ان شاء الله ما در شبکه‌های اجتماعی پرتوی مردم دستگیری کردن همین خطه یک منزل زیستی نکنیم اکا. بله. ها سلامت باشه اکا ما. خودت چیکار میکنی همین روزو با چیکار برو ماشین؟ عروبا میکشی در کجا بزرگتر همین بزرگ ناحیه فرخورده چه خیلی روزش چند سال میوی چند سال بیرون پیشام میشن چی رو میگردیم بعد یگون کس فهم نمیکنه مثال بورش میبری سوم میتن شو ها میتونم دستم پانسم خینه کار خینه ها بچه ها چند فرزند داری اکا جون من؟ دو تا پسر دختر دو بچه مثل شکت کن اما بچه ها چی کار میکنن؟ اینترنت هم میخواه کن اینترنت هم میخونن. این روزا تو جایی که ما میدونیم برای شرط شرایطی زندگی نرسیدن با در بازار چای میبرن میفروشن بر پسرت ها ان شاء الله برادر من زیغ نشه ان شاء الله گریه نکه. امروز روز خوشبختانه ما در برتیم دستگیری میکنیم میشه یگون حالتایی که زیغ شی افعال میبینی خونه را روز کردن نکر فرزند و کلانش دگر ها کجونی ما کام نیست میشه یگون حالتای زیغ میشه خیلی میبینی ها ان شاء الله ناز میشه. هر روز کارتون میریم بعد زمستون چیکار میکنیم بازار دا کار نبوده خوب میکنی همینجا دا زندگی را چه خیلی پیش میبری با خور رفتن میشه با میبروی ها. ای سلامت باشین دوستان عزیز برادر عزیز ما تولد 79 هم میدونه دوستان عزیز کدوم نفری که از ناحیه فرخوره میدونه برادرها را شرط شویچه زندگیشه امروز با دستگیری برادر یک همسایه‌شون برای ما گفتن که همین را دستگیری کردن در کار حتی پاسپورت نداشته نه که بعدن کردن پاسپورت کردن کارت در نام نسبشون کردن باز همراه اویلهشون یعنی مادر با مادر فرزندای همیو گپ میزنه که چه خیلی شرط شرایطی دارن. اگر که ما همه کسا دستگیری کنیم ان شاء الله بهتر میشه. پدر نگاه کنین در چی سولای میره و عروبه کش میکنه شاید که یک از بتاش یک از نتا هر روز در بدر بزرگ باور کنید به نهایت کنه به خاطر که به خاطر فرزندو گریه نکرده دانو و جانو همش نقض میشه ان شاء الله. ما اومدیم دستگیری میکنیم خدمت ما را نگاه کاکا ما انجا در یک خونه خوب زیبا میکنیم برای خودت. انا با دستگیری همسایه با دستگیری سویکورای فرخور ان شاء الله بعد اومدیم یک بزیشه را میکشیم خونه دا میخریم ها کجوری الله برکت بده ان شاء الله. نه خیلی برادران عزیز حاضر می‌داریم وارد خانه میشیم نوارا رو تماشا کنیم که شرط شرایط همین خانه چه خیلی رفتیم.
علیکم مادر جان، خوب هستین؟ تیج هستین؟ نام چیه مادر جان عزیز؟ نوره اپای دلنوره جان چند فرزند داری؟ دو تا پسر طول چند ساله که در این خانه زندگی میکنین؟ این خانه 15 مثال سال. پدریه یا؟ خسر خشتماتون موندگه 15 سال شده در این خانه زندگی میکنین؟ شوهرتون اکای شیرین میشه ها؟ سلامت باشین. تا جایی که ما دیدیم منزل زیستی شما به نهایت با تعمیر نیاز داره، یعنی از نو کردن در کار شرط شرایط زندگی شما را ما فهمیده و همراه شما در یک توی مراسم با خوردگی بودیم. انشالله که امروز نصیب دیدار بوده اومدیم. چخیلی یگان دستگیری هستن چی کار میکنین؟ زندگی را چخیلی پیش میبرین اپا جان؟ میشه پنسه میگیرم پنسا میگیره که یکی از ایمانا با بعد یک کاری مردی کار بازار میره و همین بازار میروم 20 30 کار میکنم عربا کشی. شما چی فقط کار باری خونه؟ انشالله که برادران اگر دستگیر کنن صاحب کارو ببرن ایجاد در منزل زیست با همون نسب اختون هست که یگان خونه میتونن یگان برای میکنن مثلا یک چیزی که شرایطی همین حاضر از همون باشه دستگیری کنن انشالله ها. سال یگان که زید نیستن نواری ما در یوتیوب برآمده خیش تبار نزدیکان یگان که زید نیستن. تا چمو گاگه تا چه گاگه یعنی شما زندگی را ختم با نمی سری ختم مثلا با دستگیری نیست یگان نفری که شما را دستگیری کنه و کمک کنه ها. یگان انشالله مادر جان گریه نکرد در نام جان و مقصد اومدن ما هم امروز به خانه شما برای دستگیری کردن حقیقتا در نداشتن خینه برادران عزیز نگاه کنه که پدر در چی حال مادر در چی حال دو فرزند در برشون از همه در چیز بیزیر نداشتن. در این سال زمان از خانه یک از میره برای نیم قینون گپ شب در آسمان کار در ایجاد پایم خاطر بیاین خبر با توانی هر چیز باشه بسیار ما خانه کلان هم کردن نتونیم یک برای زمان بتونیم دو درم داری فقط دختریم سه کسی چون پدرم همون بود چه سه کسی چون دختر بودن یک دختر تو بندایی کردن ای خداوند جوش جنت نه اکا شیرین چی اکا دو دراشون هستن انشالله مست کار دارش با زندگی خشون ها انشالله مادر جان در آبی دیدتون جانم یگان مایده ذکر نکنید با خاص خدای مهربان امروز ما اومدیم با دستگیری میکنیم انشالله اکا شیرین همه خیلی دیدیم برادران عزیز بیرون نمیبره اکا شیرین شما در نام مناسب خطاب تحت گرفتگی با نام مناسب کیه؟ نام فامیل افتون میدونید؟ چی میبره؟ محمدی و گلناره محمدی و گلناره. تا جایی که ما آمدیم چه پاسپورت بعدا گرفتیم نداشتی نه پاسپورت از این نبوده نو گرفتیم پاسپورت نو گرفتیم. سلامت باشین دوستان عزیز. نوحه فرخور کدام منطقه زندگی میکنین اینجا که جو میگن؟ شهرک فرخور شهرک فرخور کوچه سیدقل توردی ها؟ کوچه سیدقل توردی 44 همه همسایه میدونن شرط شرایط شما را چقدر هستن یگان این دوایی در دستگیری میکنن یگان خوب چه ارده یا روغانه یا اینه امروز اما باوری دارم که شاید بسیاری همسایه درک نداشته باشن از شرط شرایطی همه کسی انشالله دستگیری میکنیم. بهتره کارتوش همجا دسته برادر عزیز هم کارتوشون هم میاریم اینا خاله‌شون هم در همه جای مثال برای که کمتر فهمی شد سیستان حسابی سواد دیگر برای همین کارتو در نام نصب شونه این دشامستی رقم شما گم میزنم با در نمره‌ای که پیوسته نمره دستی خودتون میتونه زنگ زدن از هواتون پرسش شود. رقمای تلفنشون چند دهه برادر جان؟ از این رقمای تلفنشون گم میزنن این رقمای تلفنشون نه دوستان عزیز 027 93 84 84 این رقمای نوی که همه مادر هست زنگ میزنه کارتم در همین پیوسته پرش بومون در زیر نوار میمونیم از رقمای کارتش گم میزنیم 97 62 0001 98 11 49 27 دشامبه دارن دوستان عزیز با ما یک کارت بانک از خطای الف دیگه هم میگیریم خطیش میمونه که تز دشامبه روز ابلاکی بعد میکنن وقتی که کار نکرد در رقمای دیگرش میتونه که مثلا در کارت دیگرش مبلغ گذاری کنین هر چیزی که خواهد بتونه 1 سمای 10 سمای 100 سمای خواهد بتونه بهترین خیر در حق مادر عزیز میشه. در آخر چی گفتن مادر جان برای نفرایی که دستگیری کردن مثلا ان شاء الله کوشش میکنن درباره شما روز شما یک نداری بیان میکنین رحمت خدا رحمت سلام برکت جانتا سوگسان درستشون همین سلامت آمین خسانی دست آمین سلامت باشین مادر جان آمین سلامت باشین ان شاء الله که ما نوارم میپرتیم برای شما هم گم میزنیم چه خبر که دستگیری شید تا قدر امکان کوشش میکنیم که درباره شما روز شیم مالش مادر جان خداوند عهد است که ما دوستان عزیز به خاطر آب دیده مادر به خاطر اکای شیرین بایی که نگاه کنید خیلی حقیقتا درجه میره ایش اوسال میکنه ایش جر میکنه همین نوارا یا لایک کامنتر مردم فرخور داره کنیم به همه پلیس کنیم بهترین خیر
انشالله نصیب میشه. از شما چی میره و پول گذراندن اونا میتونید یه لایک یک کامنت را ببینید موتیواسیون شد شاید که یک ما صاحب کار به داد همه برسه. خداوند یار و مددگارتون خیر تا برنامه آینده.